به نام خدا سلام عرض کنم خدمت حضار گرامی و پوزش مجدد بابت تأخیری که شد و تشکر میکنم از دوستان کانون ایرانشناسی که زحمت برگزاری این مراسم رو و این نشست مهم رو به نظر من انجام داد. در ابتدا من یاد و نام شهدای جنگ این تحمیلی 12 روزه رو گرامی می‌دارم و برای دانشمندان و سرداران و سربازان و شهروندان میهن که توی این مسیر به شهادت رسیدن طلب مغفرت و چه حسن عاقبتی بهتر از این که فردی در راه وطنش و کیان ملیش در واقع جانش فدا کنه و نامش در زمره سربازان وطن در واقع برده بشه. و همچنین من فکر میکنم باید به نیروهای مسلح ما که فارغ از اینکه کی شکست خورد کی پیروز شد در این جنگ و این تجاوز آشکار، ولی باید به سربازان وطن های مدافع کیان ملی واقعا دست مریزاد گفت و براشون آرزوی موفقیت بیشتر کرد. در حد توانشون واقعا به نظر من دفاع جانانه‌ای، اون چیزی که انتظار میرفت از کشور انجام دادن و ضربات موثری هم وارد کردن. اما اون چیزی که هست این که هر چیزی که در توانشون بود اینها انجام دادن و از این جهت من فکر میکنم که کار بزرگی انجام دادن و در زمره در واقع در تاریخ بزرگ ایران و طولانی ایران ما دفاع ملی زیادی انجام دادیم. اما این دفاع هم به عنوان یک در واقع دفاع ملی که تا سر حد توانایی و سر به سر تونستن کارشون انجام دادن. از این جهت من فکر میکنم که زحمات اینها و دلاوری اینها و سلحشویی اینها نکته مهمی بود که این اتفاق افتاد و همیشه باید در تحلیل به نظر من بهش توجه. با این واسه من نکاتی رو به عرض میرسونم که سرفصل اون چیزایی که در ذهنمه در مقالات و یادداشت‌های منتشر کردم، اما نکاتی رو عرض میکنم. نکته اول این که ببینید پیروزی یا شکست در هر جنگی تابعی از مناسبات نیروهاست. اون چیزی که ما در علوم سیاسی یاد. واقعیت اینه که در این جنگ ایران با 4 تا قدرت اتمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در واقع وارد این جنگ شده، به این جنگی که در واقع ماهیت وجودی داره. روایت دشمن این بود که ایران رو میتونه از پای در بیاره، همونطور که اساتید قبل از ما دکتر احمدی و دیگران فرمودن. واقعا اسرائیل نزدیک 80 ساله که یه تخته در واقع اندازه‌گیری دستش گرفته و میخواد کل خاورمیانه رو شبیه به خودش کنه، از جهت مساحت، از جهت جمعیت، از جهت روحیه. و این جنگ وجودی بود برای ایران و ملت ایران این رو به خوبی متوجه شدن. و پیروزی یا شکست در هر جنگی، من این رو در یک جایی بررسی کردم، از جنگ ترومپیل تا دوره جنگ 8 ساله با رژیم بعثی، پیروزی یا شکست در هر جنگی تابع از مناسبات نیروهاست، نیروهای نظامی و ائتلاف‌هایی که داره صورت می‌گیره. این جنگ هم جنگ استثنایی نیست، جنگیه که نتیجه نهاییش در واقع تابعی از در واقع قدرت سخت و دیپلماسی جنگی. سالها دلسوزان این کشور و رشته علوم سیاسی، علمای علوم سیاسی به نظر من در این حوزه سربلند بودن، متذکر بودند که آقا اینجوری نمیشه، شما کشور بالاخره باید از یک حالت تعلیق در بیاد. اگر میخواید اتمی بشید خب بسم الله. خلاصه و ساده شدهش اینه که باید به این سمت رفت. کشور باید دارای سلاح‌های همتراز در واقع کشورهای دشمنش باید دارای سلاح اتمی باشه، برای ذراتخانه اتمی باشه. اگر نه اینکه خب این همه هزینه قرار باشه از طریق در واقع سرمایه‌گذاری هسته‌ای بر کشور تحمیل بشه، ممکن قابل دفاع علمی نباشه. بنابراین اینکه چه اتفاقی بیفته، چون ما الان در میانه جنگی و آتش بسه و هر لحظه ممکنه که این آتش بس نقض بشه و یک منازعه جدی تری آغاز بشه. بنابراین باید یک اتفاق خاصی توسط دیپلمات‌ها و قدرت نظامی کشور اتفاق بیفته، کشور از این معرکه جان سالم به در ببره. واقعا به نظر من یکی از جنگ‌هایی که مسئله وجودی پیدا کرد و این اون نکته‌ای بود که در واقع مسئله حفظ ایران رو برای ملت ایران برجسته کرد. نکته دیگه این که
ببینید این هر جنگی در علوم سیاسی یه جور پدیدارشناسی هم میکنه، یعنی یه چیزهایی رو آشکار میکنه که ممکنه خیلی در شرایط عادی و متعارف دیده نشن. یکی از چیزهایی که خیلی به نظر من برجسته شد و از این به بعد ما در جامعه شناسی سیاسی و تحلیل‌های اجتماعی باید بهش بپردازیم، این که در مطالب علمی و نظریه‌های جامعه شناسی خب تردیدی وجود نداره، ایران جز 4-5 کشور ملت‌های پیش از ناسیونالیسم با چند هزار سابقه در واقع تمدنی و فرهنگی و در واقع تاریخ سیاسی. در اینجا هم به نظر من یکی از اثرات این جنگ نشون داد که ما یک ملتی که میدونه که در یک آناتی باید از خودش دفاع کنه. درست آقای دکتر احمدی فرمودن جنگ هواپایه بود، اما ملت واقعا با همبستگی که نشون دادن، یک صدای زندانی سیاسی در زندان، منتقد سیاسی، اپوزیسیون سیاسی در داخل خارج. من کاری با اون 1%، یک شاید واقعا بسیار کمتر از 1% که بالاخره روابط عمومی ارتش اسرائیل بودن، مثل همین صهیونیست اینترنشنال به قول متعارفی که پیرامون این شبکه گفته میشه، خب این روابط عمومی دولت اسرائیل یا روابط عمومی ارتش اسرائیل. اما ملت ایران، چه اون زندانی سیاسی، چه اون نوبلیست در واقع که بالاخره در جهان چهره برنده جایزه نوبل و همه گروه‌های سیاسی کشور دست به دست هم داد، این رو فهمیدن که ایران در خطر. در هیچ جنگی تا اونجایی که من میدونم به این شکل همه پیکر ایران تحت تاثیر قرار نگرفته. نزدیک به 400 حمله به ایران انجام شده. شما ببینید جنگ تحمیلی، جنگ‌های ایران و روس، جنگ‌های پیش از اون، معمولا بخشی از کشور درگیر میشد، بخشی دیگه کمک میکرد. این جنگی بود که همه کشور درگیرش شد. تقریبا بیش از 7-8 میلیون انسان جابجا شد، یعنی یک جنگ سراسری و جنگ ملی بود. اما من اون ایام جنگ در کرمانشاه و کامیاران و بخشی از کردستان بودم، اما واقعا احساس این که کشور درگیر جنگ، مردم تو صف غذا باشن، تو صف نونوایی‌ها باشن، تو صف روغن باشن، تو فضای مجازی بود، ولی واقعا در کف خیابان که شما میرفتی چنین چیزی احساس نمی‌کردی، چون حس می‌کردن که آقا اگه هست اتفاقی افتاده خب برای همه افتاد. این نشون میده در کنار شعارهایی که گفته شد، مسئله ایران که زنده شد، حتی در جنگ‌های ایران و روس که مسئله ایران برجسته شد، کارهای آقای حسین آبادیان و حسین امانت و دیگران رو ببینید اونجا روشنه، مسئله ایران هم اونجا برجسته شد، چون نیاز بود یک همگرایی ملی در مقابل در واقع قوای روس انجام بشه. در هیچ دوره‌ای نداریم به این میزان مسئله ایران، مسئله ایران شهر، حفظ ایران شهر، حفظ ایران مسئله بشه. حتی شما میبینید مثلا در نوحه ها و هیئت های عزاداری برای اولین بار در تاریخ شیعه داره این اتفاق میفته، مردم با اسم ایران سینه میزنن، گریه میکنن، دسته عزاداری را میفته، به اسم ایران داره کار انجام میشه. چرا؟ چون اون هیئتی و اون در واقع مدعا هم حتی اگه خودش هم ندونه به صورت تحلیلی، اما میدونه که حفظ ایران مقدمه بر همه ارزش‌های دیگه، از جمله حفظ نظام و چیزهای دیگه است. و ما نداشتیم در تاریخ تشیع که یک سرزمینی به صورت مشخص مصداق همون ایده کل ارض کربلا باشه و این اتفاق افتاد. بنابراین یکی از اثراتش این بود که برآیندهایی که برای ما در تحلیل سیاسی که ایران یک ملت به یک ملت همبسته است و در مقابل این تجاوز عریان مجموعی از استراتژی‌های ترکیبی علیه ایران اتفاق افتاد. چون جنگ‌های الان فقط ویژگیشون این نیست که هواپایی است، بلکه یکی از ویژگی‌های دیگه‌شون اینه که ترکیبی شناختی افراد جامعه باید دچار در واقع شناخت‌های متعدد و در واقع خطای ادراکی بشن که آقا این جنگ با سپاهه، جنگ با جمهوری اسلامیه، جنگ با رهبریه، جنگ با ملت ایران نیست. این یکی از ایده هایی بود که در واقع در این جنگ شناختی مطرح شد و شما میبینید که ملت ایران به این دام در واقع وارد نشد، این مسئله رو نپذیرفت. مسئله دیگه در این دوگانه رفاه، آزادی و استبداد، نظام سیاسی جمهوری اسلامی استبدادیه و قراره که این جنگ رهایی بخش باشه.
بنابراین شما که اگر بیاید تولید فضای مجازی کنید، همین مراسم برگزار کنید، دارید از استبداد دفاع میکنید. چرا؟ چون شما باید از جنگ رهایی بخش و در واقع جنگ نجات بخش حمایت کنید که در واقع اسرائیلی که الان غزه، نرون هم این کار انجام نداد. من مغولا که هیچی، نرون هم در تاریخ جهان که در واقع در قسی القلب بودن و سوزاندن شهرها و اینا شهره عام خاص تاریخه، نرون هم این کار انجام نداد. رژیم فاسدی اسرائیل این کار انجام داد که این برای ملت ایران بشه نماد یک کشوری که قراره برای ایران آزادی بیاره. و خوشبختانه ملت ایران از این جهت میگم ما یک ملتیم، تاریخ ما سنگینی میکنه بر امروز ما که ما رو نجات داد. این که این دو تا دام، این که جنگ یک با حکومت، دو این جنگ نهایتش آزادیه. در حالی که شما میبینید مثلا نتانیاهو در خاطراتش، که به دوستان توصیه میکنم حتما خاطرات نتانیاهو که خوشبختانه به فارسی هم منتشر شده ببینید، هم در خاطراتش هم در سال 2001 کلارک فرمانده سنتکام منتشر کرده که آقا 7 کشور باید بپاشن: سوریه، لیبی، لبنان، یکیش عراق و ایران و 2 تا کشور دیگه. اینا کشورهایی که درد سودان و کشورهای یک کشور دیگه کشورهایی هستن که برای غرب و آمریکا و اسرائیل ایجاد دردسر میکنه، کشور باید بپاشن و همه اینا این اتفاق سرشون اومده و سراغ ایران الان اومدن. این یک مسئله. در نویمان یک نظریه‌ای داره که خیلی جالبه، بهش میگه مارپیچ سکوت. یعنی شما اگر بیاد سکوت کنید بذار ببینم چی میشه، اگه اسرائیل برنده شد، اگه اسرائیل تونست اهدافش پیش ببره، خب من سکوت کردم، اگرم نتونست پیش ببره، خب من بازم چیزی از دست ندادم. بنابراین ایده این بود که با این دوتا در واقع دام شناختی، ملت ایران، اساتید دانشگاه در ایران، وطن پرستا در ایران وارد این مارپیچ در واقع سکوت بشن که دفاع از کشور فعلا نیاز نیست، دفاع هواپایه است بین دو تا در واقع نیروی نظامی، سپاه و ارتش اسرائیل. حالا ببینیم چی میشه. و خوشبختانه ملت ایران وارد این مارپیچ سکوت نشدن و این نشون میده به نظر من ما یک ملتیم که میفهمیم و یک بلوغی پیدا کرده. غزه آینه ماست، سوریه آینه ماست، وضعیت عراق که 50 سال دیگه کشور نمیشه، سوریه همچنین، سودان همچنین. برای این اتفاقی بود که ملت بودگی ما را به نظر من به خوبی نشون داد. و ببینید بعد از بالفور این نکته مهمه تو ذیل این مسئله به نظر من ما در علوم سیاسی باید ببینیم، بعد از بالفور از 1917 تا حالا خاورمیانه نقطه داغ زمین بوده، آرامشی تو خاورمیانه وجود نداشته، مخصوصا که بریتانیا اون موقع یک واژه مبهم و قابل تفسیر رو خانه ملی یهود، فلسطین خانه ملی، نگفت کشور، خانه ملی یهود باید تأسیس بشه در اراضی اشغالی که بعداً بتونن در واقع بر اساس اون یک دولت تشکیل بدن. و اتفاقات بعد از اون امروزه در فلسطین اشغالی امید به زندگی 35 ساله. این رژیم اگه کسی میخواد تمثیلی واقعا بفهمه هویت رژیم اسرائیل رو، باید نمایشنامه مکبث شکسپیر رو بخونه. رژیمی که به اون مدد بدی زنده است، هر چقدر تلاش میکنه سرزمین بگیره، ولی رژیمی بیروحه و با مجموعه اقداماتی که داره انجام میده میخواد روح بخره، اما رژیم‌های فاسدی نمیتونن روح بخرن. به نظر من یکی از اثرات این جنگ بر روان جامعه ایرانی، اگر بخوام منطق سیاست خارجی بهش نگاه کنیم، اینه که ملت ایران ممکنه الان نگرش‌های مختلفی به جمهوری اسلامی انتقاداتی داشته باشن، نسل‌های دهه 70 80 90، اما در منتالیتی جامعه دو دولتی، حتی اگر به صورت سیاسی روش توافق صورت بگیره، اما به صورت مشخص و در ذهن ایرانیان ایده دو دولتی دیگه ایده قابل دفاعی نیست. من فکر میکنم که نمیدونم چند دقیقه از وقتم مونده، وقت دوستان رو نگیرم. نکته برداشت و تحلیل دیگه‌ای که از این فضا میشه گرفت و به درد سیاست خارجی ما میخوره اینه که ببینید دوستان، مسئله ملت و ملیگرایی ایران را نجات داده، هم در حال حاضر هم به صورت تاریخی. و اتفاقی که الان افتاده اینه که
امتگرایی به مثابه یک راهبرد سیاسی چندان نمیتونه ایران رو نجات بده، مخصوصا در بزنگاه. شما پایگاه العدیده در قطر رو میزنید، مجموعه کشورهای عربی میان این رو محکوم میکنن. خب این یعنی که روی این دیوار امتگرایی نمیشه یادگاری نوشت. هر چقدر شما تلاش کنید در جهان اسلام و در جهان عرب برای امتگرایی تلاش کنید، یک منطق سیاسی در بین کشورهای اسلامی باشه و ایران در واقع پیشرو باشه، کشورهای عربی یک قدر ناشناسی خواهند کرد، دو اعتماد نمیکنن، چون شما یک کشوری هستید که اکثریت شیعی دارید. بنابراین یکی از تأثیراتی که این مسئله تجاوز گذاشت به نظر من اینه که احتمالاً امتگرایی نمیتونه در واقع راهبرد درستی برای پیگیری سیاست خارجی و تأمین منافع ملی ایران باشه. آخرین نکته که من میخوام عرض کنم اینه که ببینید دوستان، تو این ایام خیلی بحث شد پیرامون این که آقا نفوذ صورت گرفته. بله نفوذ هست، همه جای دنیا هم نفوذ هست، نفوذ چیز متعارفیه اما یه حدی داره و گفته شد در نیروهای امنیتی ما، در نیروهای نظامی ما نفوذ وجود داره. حالا شکلش چیه؟ خب این قابل بحثه، بحث تخصصی جای دیگه باید بحث بشه. اما اگر نفوذ وجود داره که هست، که در همه جا به درجاتی و اینجا ظاهرا بیشتر بود در این حمله نشون داد، آیا در حوزه های دیگه مثل حوزه سیاسی و حوزه فرهنگی هم که مبنای شکل‌گیری ایران اساساً فرهنگیه، ایران یک نیشن بیفور نشنالیزمه، یعنی یک ملات فرهنگی ایران سیاسی رو ساخته. اون ملات فرهنگی چیه؟ زبان فارسیه، تاریخ ایرانه، مسئله ایران فرهنگیه، همین شکست ها و پیروزی های تاریخی ایران. من فکر میکنم که اگر نفوذی در حوزه نظامی و امنیتی و اقتصادی و هک شدن بانک ها و اینها وجود داره، از چرا نباید در حوزه فرهنگی هم وجود داشته باشه؟ من فکر میکنم اتفاقا نفوذ اصلی در حوزه ادراک شناختی و فرهنگی بخشی از نظام سیاسی و نظام اجتماعی در ایرانه. کسانی که تضعیف زبان فارسی رو پیگیری میکنن، هر کس در هر جایگاهی که باشه و هست و زبان فارسی رو به مثابه یک زبان ملی تضعیف میکنه به شکل‌های مختلفی. یکیش اینه که زبان‌های محلی رو به سطح زبان ملی ارتقا میدن و زبان ملی رو و زبان فارسی به مثابه زبان ملی رو همتراز زبان‌های محلی تعریف میکنن. کسانی که ایده فدرالیسم رو در وضعیتی که کشور نیاز به همگرایی داره، کسایی که بحث از فدرالیسم میکنن، بحث از اختیارات محلی میکنن، در شرایطی که کشور در بدترین وضعیت 100 ساله گذشته خودشه، این مباحث رو مطرح میکنن. من فکر میکنم که آگاهانه یا ناآگاهانه در این دام و این مسئله نفوذ قرار دارن. چرا نباید اینا رو بخش از نفوذ بدونیم؟ بنابراین مسئله اینه که بعد از این جنگ ما باید تعریفمون از امر سیاسی که دوست کیه و دشمن کیه یک بار دیگه مورد بازنگری قرار بدیم. جمهوری اسلامی از اینجا به بعد باید بدونه هر کسی که از ایران دفاع کرده دوستشه، هر کسی که از ایران دفاع کرده و حاضر بوده به شکل‌های مختلفی، اونی که تو کاناداست، تو آمریکاست، تو اروپاست، تونسته به شکل‌های مختلفی امضا جمع کنه، تک نفری رفته جلو سفارتی وایساده، در داخل به شکل‌های مختلفی انگ اپوزیسیون و شکل‌های مختلف در واقع عدم همگرایی با نظام سیاسی جمهوری اسلامی رو داشته و داره، اما از ایران دفاع کرده، این دوستش، چون این در لحظاتی که میتوانست از ایران جدا نشده. بنابراین امر سیاسی ایرانی باید خیلی گسته در دوره جمهوری اسلامی یه تعریفی ازش بشه که در واقع هر کسی که ایران رو دوست داره میتونه با جمهوری اسلامی کار کنه، مخصوصا اینکه الان هم دیگه تغییرات اساسی در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و باید در واقع یک بازنگری در این امر سیاسی صورت بگیره و امر ملی به معنای واقعی در دستور کار سیاستگذاری سیاسی اجتماعی اقتصادی ایران قرار بگیره و ما به سمت نوعی از راهبرد ملی
و ایران شهری بر پیش بریم که بتونیم در واقع کشور رو از این وضعیت انشاءالله نجات بدیم. و من به شخصه معتقدم که همونطور که آقای دکتر دادخواه فرمودن، ایران جنگ ها و مصائب زیادی رو پشت سر گذاشته و همین مبنای شکل‌گیری ایران بوده. این تاریخ طولانی و این جهش های عجیب و غریب در وضعیت های سیاسی و اینها، و از این مرحله ما انشاءالله به خوبی گذر خواهیم کرد و اتفاقات خوبی انشاءالله در راه خواهد بود به یمن تغییراتی که انشاءالله در سیاست گذاری کشور اتفاق بیفته. من نکات دیگه در ذهنم هست ولی ظاهرا بیش از این من نباید صحبت بکنم و از اینکه وقت اساتید و حضار و شنوندگان رو و بینندگان رو گرفتم عذرخواهی میکنم و انشاءالله که پیروز باشید به امید سلامتی و سرفرازی همه ملت ایران در هر کجای دنیا که هستید. خدا نگهدار.